ماب ماینکرافت توی 60 ثانیه هست. بزن قسمت اول. واسه شروع با یه ماب خیلی عادی مثل زامبی شروع می‌کنم چون بدونیم هاستایل هم قدش متوسطه. اوکی، مابی که توی ورژن جدید اد شده و اسش بیشتر از 20 و قدش کمتر از 1.95. هاستایل نیستش، اینجاها نمیتونه اسپام بشه، هیچ کدوم از اینا نمیتونه اسپام بشه و آندد هم نیست. اگه هاستایل نباشه میتونیم بریم سمت مابای پسیو که هلسشون بیشتر بشه. مثلا میتونیم با یه ماب مثل هورس شروع کنیم که فهمیدیم پسیو و میتونه توی بایوم خاصی اسپام بشه، یا استراکچر و یا بیلدینگ، و حتی فهمیدیم میتونه انیمال هم باشه. قدش همچنان از 1.6 کمتره و ورژن که اضافه شده خیلی جدیدتره. این که مابی هم قد کوتاه باشه و هم اچ پیش خیلی زیاد باشه خیلی کم پیدا میشه. ولی میتونیم بریم سمت مابی مثل الی که قدش حتی از 0.6 دام هم کمتره، یعنی حتی از الی هم کوچیک‌تره، ولی فهمیدیم که توی یه بایوم خاص اسپام شه چون اینجا علامتش مشخص نیست و ورژن که اضافه شده از 1.19 کمتره. میتونه دلفین باشه ها. دلفینو میزنم فقط واسه اینکه فهمیدیم که آکواتیک هم هستش، یعنی ماب دریاییه و ورژنش هم درست هست، 1.13 و تنها که همه مشخصاتو داره ترتله. اگه واسه دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.